اتم‌های بدنت از ستاره‌ها اومدن. تقریباً تمام عناصر سنگین‌تر از هیدروژن و هلیوم در دل ستاره‌های منفجر شده ساخته شدن. یعنی تو در واقع از غبار ستاره‌ای ساخته شدی. تعداد ستاره‌ها از تعداد دانه‌های شن روی زمین بیشتره. دانشمندان تخمین میزنن که فقط در جهان قابل مشاهده حدود 1000 میلیارد کهکشان وجود داره و هر کهکشان صدها میلیارد ستاره داره. نور کهکشان‌ها میلیون‌ها سال در راهه. وقتی به آسمون شب نگاه می‌کنی، در واقع گذشته رو می‌بینی. مثلا نور ستاره شری یمانی حدود 7.8 سال طول کشیده تا به ما برسه. فضا واقعاً خیلی خالیه. اگر هسته یک اتم رو به اندازه یک پرتقال در بیاری، الکترون‌هاش مثل دانه‌های شن خواهند بود که چندین کیلومتر دورتر میچرخن. یعنی بیشتر حجم ماده در واقع خلأه. زمان در جاهای مختلف متفاوت میگذره. طبق نظریه نسبیت انیشتین، جاذبه و سرعت زیاد باعث میشه گذر زمان کندتر بشه. یعنی اگر نزدیک سیاهچاله باشی، ثانیه‌ها برایت کندتر میگذرن. ماده تاریک و انرژی تاریک، همه چیزی که میبینیم فقط حدود تاثیر جهان رو تشکیل میدن. گست تستر ماده تاریک و زجرسست انرژی تاریک هست که هنوز درست نمیدونیم چی هستن. کهکشان راه شیری و آندرومدا قراره برخورد کنن. حدود 30 میلیارد سال دیگه کهکشان ما با کهکشان آندرومدا یکی میشه و یه ابرکهکشان غول پیکر تشکیل میدن.